سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه. آقا ما 3 ویدیو گذاشتیم و خب حالا ادامه ندادیم به هر دلیلی، ولی خب الان دوباره اومدیم ویدیوها رو بذاریم و دیگه مرتب قول میدم ویدیوها رو بذاریم. خب امروز اومدیم برای آقا 28 همین ماه قرار اسپایدرمن 2 بیاد و من خیلی براش هایپم. روز عرضه مطمئنا میخرمش. حالا نمیدونم گیم پلی ازش بذارم، شاید یه گیم پلی بذارم، ولی واکت رو واقعا فعلا شرایطشو ندارم. حالا در کل آقا میخوام در مورد این بازی با هم دیگه صحبت کنیم. خب من تو تریلرها و کلا چیزای تیزرایی هرچی ازش پخش شده این وایبو به من میده بازی که حاجی خیلی بازی خشنه، واقعا بازی خشنه. یعنی خب اینو هم یه جوری اینسامنیا گیم میخواد به ما بفهمونه، ولی یه جوری میخواد اما قایمش کنه. یعنی واقعا جالبه. مثلا همین الان تصویرهایی که دارید روی تصویر میبینید میاد با خون شروع میشه، یه خونی رو برگ ریخته و حالا بعدش تیزرهای بعدی و کارهای بعدی خبری از خشنی نیست، یه هست ولی کم، ولی یه جوری میخواد به ما خبر بده که این بازی تاریه. یه جوری هم میخواد بگه نه این بازی همون اسپایدرمن مارول اسپایدرمنیه که بوده. خب حالا چرا ما واسه این بازی اصلا هایپیم؟ قبلش که کلا بحث رو شروع کنیم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه بچه ها. کانال رو با هم رشد میدیم و عشق و حال میکنیم. آره هدفمون هم 1000 تایی. خب آقا انتظارمون واقعا انتظاری که اصلا قبل اینکه اینسامنیا گیمز بگه حداقل انتظار من، حالا انتظار شما رو ندا، من مپ بازی رو دوست داشتم بزرگتر شه که شد. واقعا شاهکار بود این یه تیکش. قضیه بعدی که اصلا من با مارول اسپایدرمن مشکل داشتم، حالا میدونم شاید خیلیاتون بیاین بگید چرت داری میگی، چی داری میگی، NPC ها یعنی شخصیت غیر، یعنی شخصیت فرعی و دشمن ها یا انمی ها، من طراحی چهرهشون دوست نداشتم. پیتر پارکر و مایلز مورالز اینا رو خوب بود طراحی چهرهشون، واقعا عالی بود، ولی من حالا شخصیت فرعی ها رو دوست نداشتم، اونا که تو شهر میچرخن. ولی من داشتم میدیدم تیزرهای این بازی و واقعا این نکته برای من برطرف شد. شما قبلا اصلا اینو عیب نمیدید بلکه یه چیز خوب میدیدید، ولی حالا من مشکل داشتم با این قضیه. قضیه بعدی که هست مثلا سونی، نمیدونم این چند سال قضیهش کلا همین شده. حالا میتونیم بگیم 5-6 سال، میتونیم بگیم 3-4 سال که یه بازی میده با نوآوری‌های خیلی خاص. خب اصلا هیچ بازی اون نوآوری‌ها رو نکرده. بعدش بازی اول یه داستان خوب رو روایت میکنه، بعدش خب یه گیم پلی فوق‌العاده داره. توی بازی دوم گیم پلی میره کنار و سونی هایپو برای داستان اوکی میکنه که همین اتفاق برای اسپایدرمن 2 افتاد. البته که سونی میخواد خب خیلی گیم پلی نشون بده، مثلا دوست داره هم گیم پلی ما با گیم پلی هایپ باشیم، هم برای داستان بازی. ولی من به شخصه برای داستان بازی خیلی هایپم، حالا برای گیم پلی هم هایپم، ولی برای داستان بازی بیشتر هایپم. یه نمونه دیگه بخوایم بگیم آقا گاد آف وار رگناراک، بازی که من عاشقشم. خیلی ها میگن 2018 بهتره، نظر خودتونه. من رگناراک رو بیشتر دوست داشتم. 2018 هم یکی از بهترین بازی زندگیمه. خب ولی
آقا رگناراک خدایی دیگه بیایم بگیم همه دنبال موشکافی تیزراش بودن که ببینیم چی تو داستان بازی قراره اتفاق بیفته. گیم پلی بازی اوکی ما دنبال یه چیز جدید توش بودیم، ولی اونقدر دیگه نه. یعنی سونی خیلی داره داستان سرایی براش مهم شده، اینطوری حس میکنم. پس احتمالات داستانی که من خودم توی این نسخه میدم، من کلا آدمی نیستم که بیام تیزرها رو موشکافی کنم و بگم داستان چیه، دوستان تجربه کنم. ولی در کل به نظر من جذابیت قصه چیه؟ مگه نمیگن این بازی تاریکه؟ خود سانتا مونیکا اعلام کرده این بازی تاریکه، ولی خب میخواد یه جوری جو بده که تاریک نیست، ولی خودش اعلام کرده که این بازی داستان تاریکی داره. پس من دوست دارم یا یه بازی با خوبی و خوشی تموم شه، یا انقدر تاریک و وحشتناک تموم شه که حد نداشته باشه. حالا این تاریک و وحشتناکی چی میتونه باشه؟ من چند تا پایان بندی برای این بازی در نظر گرفتم که شما اصلا توجه نکنید، چون مطمئنا که نه 99% اتفاقا نمیفته و اگر بیفته به یه شیوه کاملا خفن و حرفه‌ای میفته و فقط من دارم میگم چون این فانتزیه توی ذهنمه. این که پیتر به ونوم تبدیل بشه و مایلز مجبور شه با پیتر بجنگه. حالا اینجا 2 تا قضیه به وجود میاد، یا مایلز بمیره یا پیتر بمیره تو این فایت. خب اگر پیتر بمیره، من این تئوری تو مغزم هست که مایلز افسرده میشه و دنبال اینه که خودشو نابود کنه یا انتقام الکی از مردم شهر بگیره. یعنی مایلز یه آدم بدی میشه. خیلی چیز جذابیه، دقت کنید، به خاطر اینکه پیتر رو کشته. بعد حالا تو اسپایدرمن 3 ما مولتیورس رو داشته باشیم که اسپایدرمن های دیگه بیان مایلز رو کمک کنن مایلز این دیوونگی بیاد بیرون، چون مایلز مثلا میخواد کل مولتیورس ها رو به نابودی بکشه. به نظر من خیلی این داستان جذابیه. داستان بعدی مایلز بمیره و پیتر دیگه خب ونوم تو بدنشه دیگه، عذاب وجدان میتونیم بگیم نمیگیره و به نابودی ادامه بده و دوباره قضیه مولتیورس تو اسپایدرمن 3 اتفاق بیفته و دیگه ما این سری اسپایدرمن های کاملا جدید رو کنترل کنیم. مثلا یه توی بازی 5 تا 6 تا اسپایدرمن کنترل کنیم. همه این تئوریا خفنن و باحالن. شما حتما تئوریاتون رو تو کامنت بنویسید، اصلا یه ویدیو میسازیم تئوریای شما رو میگیم. خیلی این بازی میتونه چیزای عجیب غریبی به دنیای گیم باز کنه. همونطور که گاد آف وار رگناراک داستانش بسیار هایپ کننده بود و به بهترین شکل داستان بازی رو تموم کرد. حالا من یه تئوری دیگه هم دارم. وولورین رو یادتونه توی استاتافره سونی نشون داده شد و هیچ خبری ازش نشد. من یه چیز دارم، یه ایستره که چه عرض کنم تو این بازی، حالا وسطاش آخراش اولش یه چیزی میبینیم که یه جورایی این بازی رو تایید میکنه و تایید میکنه که این 2 تا بازی توی دنیان. چون ما خود اینسامنیا گیمز گفته که وولورین بازی خیلی خشنیه، خون توش داره، همه چی داره و یه لحظه اول ویدیو رو نگاه کنید، اون تیکه جنگلی قشنگ میخوره به فاز وولورین و خونش و وحشیگری اون تیکه اولش و به نظر من این 2 تا بازی یکی هم و احتمالش کمه ما تو این بازی وولورین رو ببینیم، ولی احتمال زیادی تو بازی وولورین اسپایدرمن یا اشاراتی به اسپایدرمن بشه. آره این بود نظرات من. حالا واقعا ویدیوهای بیشتری از اسپایدرمن میسازیم، ویدیوهای بیشتری از بازی دیگه میسازیم، ویدیوهای میخوام از اساسینز کرید میراژ بسازم، بعدش هم که سایبرپانک آپدیت 2 اومده. من سایبرپانک رو
خیلی وقت پیش بازی کردم و به خاطر باگاش نتونستم بازی کنم، خیلی ناراحت بودم و الانم دارم پولامو جمع میکنم اسپایدرمن بخرم و بعد اسپایدرمن سایبرپانک هم تجربه میکنم، نظرم به شما میگم. و واقعا اسپایدرمن میتونه یه بازی عالی باشه و یکی از کاندیدای اصلی سال 2023 باشه. البته که این چیزا مهم نیست، کاندید اصلی سال 2023 و اینا مهم نیست، مهم اینه که یه بازی خوب تحویل ما بدن و ما عشق کنیم، چه با گیم پلی چه با داستانش. و آره عالی باشه، امیدوارم این بازی خیلی خوب باشه. همینطوری ادامه میدیم، تئوریا رو میگیم، کلی میخوایم کار کنیم تو این کانال. و بچه ها ناکنید، من واقعا عاشق یوتیوبم و خب این قضیه که میگم 1000 تایی ایه، ولی خودم بهترین روز زندگی 1000 تایی میشم، به آرزو میرسم، بالاخره یه سابسکرایبی تو یوتیوب جمع میکنم و با پولش واقعا من نمیخوام برم اشغال کنم، یعنی در اصل اشغال میکنم چون یوتیوبم میره بالا. خب و با پولش میریم با هم دیگه، خب با پولش حالا با هم دیگه کار میکنیم و واکترو احتمالا شروع میکنیم. یعنی من خیلی دوستم تا اواسط سال 2024 ما دیگه واکترو حرفه‌ای شروع کنیم با یه عالمه سابسکرایبر. و آره دیگه واقعا خیلی دوستتون دارم، این ویدیو هم به دوستاتون نشون بدید. میدونم سطح کار پایینه ولی با حمایت های شما سطح کار میره خیلی بالا و دوستتون دارم. و تا یه ویدیو دیگه از اسپایدرمن و ویدیو بعدی اساسینز کرید میراژ، خدا نگهدار.